چند پیش به سامانه اویلتی جی زنی با اسم میسره ایلولیوا مراجعت نموده از زندگی پر عذاب خود شکایت کرده بود. خبرنگاران ما با مقصد شناس گشتن از وضع زندگی این زن راه نوحه رودکی را پیش گرفتند. معلوم شد که این زن در حقیقت با 3 فرزند نابالغش زندگی پر عذاب داشته. در یک واگن فرسوده اون به سر میبرد که نه در دارد و نه تیرزه. در آن همین موضع نوآباد و پر از پرتاب و افلاسی ها در یک واگن فرسوده 3 سال باز یک مادر تاجیک با 3 فرزند یتیمش زندگی میکند. اپای میسره میگوید در فصل تابستان از گرم و خس نفسگیر میشود. ایام تیر ماه و زمستان باشد با مادرش چکیده برف و باران به خانه میدراید. بعدی پخش نواری ویدیویی ما در یوتیوب کانال اویلا که عنوان داشت زندگی در واگن، نفران زیاده با این زنی در دوراهی قسمت حیران و زار مانده کمک خویش را دریغ نداشته با او دستیاری دراز نموده. صبح امروز میسره ایلولیوا باز دوباره در سامانه اویلتی جی را گفت با مقصد آن که با کارمندان سامانه اویلتی جی و آنهایی که با او دستی کمک دراز نمودند عرض و منتداری بیان نماید. ایلولیوا میگوید مرد با اسم حاجی او را با خانه و منزل نرم و گرم تامین نمود. بیاید دوستان عزیز از زبان خود میسره ایلولیوا بشنویم. من زنی که در واگن بودم این روز به مراد و مقصدم رسیدم به خانه آباد نایل شدم. اکای حاجی بابا انا برده مرا جا کرد. با همه شما رحمت میگم که مرا دستگیری کردین اساسا با یار برادرای ماجیر که در مملکت‌های بیگانه در روسیه یعنی به عذاب و مشقت‌های خودشون نگاه نکرده مرا به یتیمای من دستگیری کردن. ای نام فرزندام رحمت میگم به شما دادرها برادرای ماجیر که همه گلکان به سر لباس به همه وی خوراکه به همه چی تامین گشتن. من منتداری خدمت بیان میکنم. این خانه که شما صاحب گشته در کجا جایگیر است؟ این خانه که من صاحب گشتم در چیمتپه. اساسا امی آیله برکت خدمت یافتم. شما مرا دستگیری کردین. بگذار که با در آینده امی خیلی آیله ها را با دستگیری کنین. رحمت به شما.